شانس آوردی 5 سال بهت بخشش خوردم. قربون شما. چشمام جلوی در سفید شد تا تو اومدی بیرون. تموم این 10 سال یه طرف، امروز صبح یه طرف. شکرت خدا پسرم. نون دل پاک تو میخوری. 5 سال دیگه تو زندون مونده حرفشم بودی. نزن. اسم زندونیات بند دلم پاره میشه. حرفای خوش کم اومده. دلت روشن. حالا که آزاده. میخواستی که از دخترها بگو. اختیار داری آبجی. شوب کارمون کردی جواد آقا. توقع نداشتی. باید شطور میکشتی. دروغ میگم به زمت خان. نه حق با شما. آخه سربرمون آقادیر قرار بود بیاد دیگه. برادری همینه دیگه. شما هم جای پسر منی. اختیار داریم مادر. ما که کاری نکردیم. آقادیر چش ما. این که 10 سال بود. اگه 200 سالم بگذشت آقایش فراموش نمیشد. میدونستم. 100 دفعه هم نصیحتش کردم که بابا آدم تو قاچاق سالم در نمیره. بس کن دیگه. مگه حرف قطعه. ننه جون کوچمون اسفالت شده. یه فشاری هم گذاشتن در خونمون. قدیر اومد. قدیر اومد. بر چشم بد لعنت. اگه این یه دونه عکسم ازت نداشتم دیگه دیق میکردم. نمیدونی چقدر دلم برات تنگ شده بود. شب و روز به فکر تو بودم پسرم. اگه این عکس رو قاب نمی کردی ترک برمی داشت. یه جو حرف شنهی کسی رو نکشته زن. خدا سر درد دل تو وا نکن. پسرم 2 ساعت نیست اومده. نگاش کن. ماشاءالله هزار ماشاءالله اینهو شاخ شمشاد شده. ننه جون خیلی رو اومدی ها. تو زندون آدم باد میکنه نه. اونم وقتی که ناحق بگیرنش. زندون آدم خورد میکنه نه. خوب گذشته رو ول کن ننه. چایی تو بخور از دهن میافته. اما نمیشه پارو حق گذاشت. حتما قدیر دیگه عاقل شده. همچین حسابی جا افتاده. گرفتاری های زندگی هر عیبی داشته باشه حسنش اینه که آدمو با تجربه میکنه. غیر از اینه پسرم. ها؟ نه درسته. راستی اکبر چارسوق چطوره؟ ازش خبری نداری؟ همچین بیخبرم نیستم. شنیدم
زود برگرد. چشم ما رو به در ندوز. دیگه طاقت انتظار کشیدن ندارم مادر. خیلی خوب ننه جون، برمیگردم. زود برگرد مادر. قربونت برم. قربونت ننه جون. خدا نکنه. خداحافظ. خداحافظ. آبجی خونه هیچ تغییری نکرده. آره همون جوری که بود هست، فقط جای تو خالی بود. خب ما هم که آمدیم. داداش میری بیرون؟ ممکنه لازم نیست بشه. نه آبجی لازم ندارم. بگیر داداش چون پولای خودته. آخه من باید بهت برسم. همیشه اینجور نمونم. داداشونی تو تازه اومدی بیرون کارا درست میشه. آره درست میشه. داداشون دکمه پیرانت هم داره کنده میشه. وقتی برگشتی خودم برات میدوزم. باشه آبجی جون باشه. خب حالا خواهر خوشگم هم که خیلی خوبه. تو رو دیدم بهتر شدم. خب دیگه من رفتم آبجی جون. به سلامت داداشون زود برگردی. توی شهر قصه ها قصه پیدا نمیشه، با چند تا قلب سیاه خدا دنیا نمیشه. لب آدم دره بسته شده، سینشون نامه سر بسته شده، در قلبشون نشسته قفل غم، صدا از سکوتشون خسته شده. من همون مرد سیاه بخت فریبم، واسه هر رفیق و آشنا غریبم. جای صبح به شهر شب‌ها رسیدم، دیگه باور میکنم حقیقتو میدونم به آخر راه رسیدم.
چاقو چمی دار هرچی دوست داشتی بده. میگم بچه چه؟ دکون عکاس چارسو اینجا؟ آره همینجاست، خودش هم اون توه. زیادم کهنه نیست، میتونی چند سالی خوب ازش استفاده کنی. نه بابا اکبر آقا، اگه 6 ماه دوام بیاره کن آخه مو برداشته. این چه حرفیه که میزنی؟ مو برداشته چی؟ اگه مو دار بود که به شما نمیدادم. مطمئن باشید سالم هرچی شما بگید با عزت. خوش اومدی داشت، خیلی پیش. قدی توی؟ آره سلام علیکم. سلام به روی موهای کنم کی آزاد شدی؟ یه چند ساعتی میشه. هیچ فکرشو نمی کردم. انگار زود اومدی بیرون ها؟ آره یه بخشش بهم خورد. 5 سال زودتر آزاد شدم. خب خدا رو شکر. جای خوبی اکبر آقا. چند وقت اینجا رو علم کردی؟ بالا 5-6 سالی میشه. یعنی هم وقتی که عیال گرفتین. اینا چیزی هم واسه تش میمونه؟ یه لقمه اونو بخورن همی. پسقلی ها خرج دارن. زن نهیری که بدونی. هیچ فکر میکردی یک بچه آرسو زن بگیره خونه والدار بشه؟ راستشو بخوای نه اصلا باید نمی اومد. حقم داری. اون وقت که من دید از این درد تو نمی اومدم. روزگار زنگ زیر پاماخ میگفت. اما حالا چی؟ زق و زوق بچه ها از یه طرف، زور یه لقمه نون در آوردن یه طرف، این سگ مصبم یه طرف. چطور؟ سینه درد میکنه؟ آی پدرش بسوزه که پدر ما رو سوزون. چی؟ این شکم درد روزگارم رو سیاه کرد. میرم اکبر آقا جایی نشون ندیدی؟ پیش دکتری کسی نرفتی؟ خب همین کسی سر در نمیاره. نمیدونم لوز المعده است، زخم المعده است، کوفت المعده است، نمیدونم چه درد و مرضی افتاده به این سگ مصب که وقتی میگیره امون آدمو میبره. دنیا رو جلو چش آدم سیاه میکنه. تا حالا 2 دفعه کشوندتم زیر چاقوی دکترها. 30-40 هزار تومن خرج گذاشته بود هستم. هنوزم که هنوزه دست از سرم ور نمیده. اول میگفتم مال مشروبه، قلقن کردن لب نزنم. ما منقو ول کردیم و عیال گرفتیم. میزنم خونه الا کباب و ماست پاستوریزه لب به سیاه و سفید نمیزنم. آخرش چی؟ تو میری یه جو افاقه نکرد. چی بگم؟ تنها خاصیتش این بود که 3 تا بچه قد و نیم قد گشوده هستمون. 3 تا؟ آره 2 تا پسر 1 دختر. یک طول سگایی شدن که بیا و ببین. از الانه شمرم جلودارشون نی. خب پس میتونی ادعا کنی که مال خودت. ای والله. بیشیم بابا بیشیم، میخوام باید حرف بزنم. تو چرا اینقدر پول میخوری؟ وقتی آوردن تهرون فهمیدم
جریان تو رو از حسین انتظار شنیدم. درست حسین رو دیدم قضیه رو واسم گفت. خوشم اومد، خیلی خوشم اومد. گفتم دست درد نکنه قدیر، بالاخره مردونگی تو ثابت کردی. اکبر آقا، دلم میخواد باور کنی که جریان ها عوضی فهمیدی. تو خودت بهتر میدونی که 3 سال تموم مفت و مجانی براش کار کردم و صدام در نیامد. 3 سال بهش نفع رسوندم. اون وقت اون با من مثل یه بچه رفتار کرد اکبر آقا. نه سهمی نه چیزی. نمیخواست قبول کنه که من دیگه واسه خودم یه مرد شدم. اومدن اقدسم باعث شد میونش با من به هم بخوره. انگاری فهمیده بود یه جریاناتی بین ما هست. اون وقت بعد رفتاری شروع شد. میدونی اون نگاه دیگه واسم قابل تحمل نبود. جنسا رو تحویل گرفتم. چرا انقدر دست میکنی؟ بدش من. گفتم بدش من. نفهمیدم جریان چی بود؟ دعوای اون روزتونه میگم. شما هیچ وقت به هم نمیپریدین. اون روز تو قایق بودیم. وقتی از سهم خودم حرف زدم بهش برخورد. خیلی زود فکر کردیم مرد شدی. من سهم اضافی نمیخوام. اون چی که حقمه بدیم. هرچی که خودتون میخواد. ولی خلاصه سهم که دارم. آره سهم که داری. هیچ کس نگفت نداری. ولی تو هنوز کاری نکردی. تازه اول کارته. 3 ساله. اول کار کدومه؟ خیلی درشت حرف میزنی جوون. یادت باشه که 1 سال نیست سیبیل پشت لبات سبز شده. دیگه پیش من راجع به پول حرفی نزنی. همون یه مشت بایی زدم. باور کن اصلا نفهمیدم چطور شد. رفت و دیگه بر نگشت. دلم میخواد باور کنی اکبر آقا. نه ول کن قدیر. تو که زندونه تو کشیدی. باور کردن و نکردن چه توفیری میکنه؟ اگه هم میپرسی مردونگی کردی. امیر ژاندارم کشته بود. بالاخره باز کشته میشد. حقش بود. تا کی میتونست فراری باشه و قاچاقی زندگی بکنه؟ ولی من به این چیزا کاری نداشتم. ژاندارم کشته بود خودشون میگرفتنه. من که دادگاه نبودم که. این حرفا رو بریز دور. هرچی بود تموم شد. فکر امشبو بکن. دلم میخواد با هم باشیم. بریم یه گوشه دنجی بشینیم و به یاد گذشته لبی تر کنیم. باید سر شب خونه باشم. قول دادم. تو هم که واسط خوب نه. خوب نیست چیه؟ دلم ترکی. جون قدیر دلم ترکی. با این حالی هم که تو داری اگه سر شب بری خونه نصف شب میزنی بیرون. نه جون تو. یه عده منتظرم. دلشون شور میزنه. دختره خودشو هلاک کرد از بس کار کرد.
گمون نمی کنم حالا پیداش بشه. هنوز چیزی از شب نرفته، تازه اول شبه. داشت میرفت بیرون، تو نخش بودم. انگاری حالش خوب نبود. بعد این 10 سال میخواستی حالم براش بمونه؟ نه، چطوری واسط بگم؟ انگار یه خیالی تو سرشه. میترسم دوباره کارشو شروع کنه. تو رو جد اینقدر نفوس بد نزن. ننه هلاک شدی، یه کمی بشین. پس چرا نیومد؟ میاد ننه دیگه. بشین مادر، یه چایی واسه خودت بریز، من میرم به غذا سر میزنم. بشین دختر، بشین دیگه. تعدیق شد و پسره نیمد. سلام. نوشم. گفتم دکتر جون، دور این یکی و دیگه خیلی بگه سلام. نوشم. هرچی بگی نوکرتم، اما از سیگار نمیتونم دست بکشم. تو زندون تنها چیزی که نمیتونه آدم کالاشو به دیوار بکوبه همین سیگاره. گفت بهت اخطار میکنم، اگه سیگار بکشی میمیری. گفتم قربون شکل ماهت برم، اگه نکشم میمیرم. قربون دست دیگه سیگار بهت دود کنی. بفهم تو رو نگفتم، به دکتر بودم. من نمیبینی سیگار دستمه. آره، من خودم سیگار داشتم، میخواستم کاری کنم که دکتر بدونه دیگه بی خودی ما رو نترسونه. سلام. خوشم. خسته شدی ها؟ از خود بگو، تعریف کن. حالا تعریف ها پیش شما سچ برقا. بفهم. قبلت از اقدس بگو، کجاست؟ چی کار میکنه؟ از اقدس که بیخبرم، باز تو کار افتاده باشه. حسین چی؟ راستش یه پاش اینجاست، یه پاش آبادان، تو همون کامیونه کار میکنه. اگه تهران باشه کامیونا تو کدوم گاراژ میخوابونه؟ میخوای چی کار کنی قده؟ بازم میخوای شروع کنی؟ چی رو؟ کارو با اونا میخوای برگردی تو کار قاچاق؟ نه بابا، واسه ببینمش، یه کار واجبی باش دارم. ببین قدیر، من جای داش بزرگتم. قاچاق واسه هیچ کی نون نشت. اگه با اونا نمیگشتی راست یا دروغ 10 سال جوانی تو حروم نمیکردی. بیا و سرتو بندازی و یه کار آبرودار گیری. خودم کمکت میکنم، به فکر اهل خونتم با. سلامتی. نوش جون. میگفتی اشوا؟ اگه اشتباه نکنم تو گارج معمول میذاره با این 30 متری. الان تهرونه؟ فکر نکنم. راستش نمیدونم. گاهی وقتا که خرط و پرت میخواد میاد از دکور ما هم میبره. خبر درست حسابی نه. خیلی خوب بریم با. کجا؟ اینجا کسیه؟ با کی کار داری؟ حسین اینترناش. اینجا نیست. شوفرایی نمیگم، با اون کار دارم. اینجا که مسافر خونه نیست. کامیون اینجا میخوابونن میرن. اینا نمیدونی کجا رفته؟ یه کار مهمی باش دارم. خیلی خوب، الان بهش میگم بیاد. حسین آقا
حسن آقا یکی مایه دمدر میخواد ببینه تو. کیه؟ نمیدونم یه جوونکایی هست. چی کار داره؟ من چه میدونم انگار عملیه. شما تا یه دست برگ بکشیم برمیگردم. دور بیایم. بله خب. یه کار دیگه بگیش. سال منتظر این لحظم ناکس بی‌معرفت. خوب به قیافم نگاه کن. منو میشناسی؟ من قدیرم. لابد فکر کردی وقتی بیام بیرون فوسیدم ها؟ حالا نشونت میدم. بی‌معرفت. تو بودی گفتی با این چشات دیدی امیرو کشتم. حالا چشهای دروغ تو از کاسه در میرم و میذارم کف دستت. نالوتی نامرد. قدیر کن نوکرتم. تو بمیری من بی تقصیرم. مجبور بودم. قدیر کن به حضرت عباس بی تقصیرم. خب بذار باید حرف بزنم. بناس به خدا قسم من بی تقصیرم قدیر خان. همش تقصیر امیر بود. تو بمیری اون تقصیر داشت. بگو مرده گفت من کشتمه. هرونه رو بگو. آخه بذار حرفمو بزنم. اون نامرد کلک زده نمرده. امیر زنده است. فطرت تیکه پارش کردی. کوسه ها هیچی براش نذاشتم. تمام صورتشو تیکه پاره کردم. چند تا چاقو زدی؟ چاقو؟ من فقط بهش یه مشت زدم. از جنازه هم پیداست.
پس این جای چاقوها چی تو شکمش؟ چی داری میگی؟ خودم مرده شد دیدم. تو بمیری راست میگم به جون بچه هم. الانم تو آبادانه. از چرا دروغ گفتی؟ تا که میدونستی چرا دروغ گفتی؟ راستش از ترس اون ترسیدم اگه حرفشو گوش نکنم کار دستم بده. چه کسم داشت 10,000 تومن. گفت اگه شهادت بدم بهم برمیگردونه. باور کن تقصیری نداشتم. پس اون اقدس ناکسم پول گرفته بود ها؟ بی معرفتا. این رسم خاطرخواهی بود واسه چند درغاز بیچارم کنی؟ اون کجاست؟ اقدس کجاست؟ من نمیدونم. به خدا قسم نمیدونم. تو بار کار میکنه. بار خروس سلا. اسمشو گذاشته فرانه افک. شانس آوردی خود ناکسش زنده است. زهران به جونش میریزم. شب دیره. عیبی نداره.
یه کار کوچیک باش دارم. بعدم میام پیش تو. حالا که هستی. آره اگرم بسته بود از دربون بپرس، صدا میکنه. به دربونه میسپرن. نشونش ندی؟ اون امشب کار نمیکنه، بچهش پیششه. نمیشه بمونی صبح بری؟ نه، کار لازمی دارم. زود برمیگردم. حتما به یه سری میزنم. 2 تا کوچه پایین تر پلاک 6. کیه؟ با کی کار داری؟ میخوام فرانکه ببینم. شما کی هستین؟ رفیقشم. خوابیده؟ خب بیدارش کن. من از کلی راه به هوایی اومدم. حتما باید ببینمش. نمیشه، خسته است. تفلک تمام روز کار کرده. بذار بیام تا همین امشب باید ببینمش. چیه مامان این وقتی شب سراتو در راه انداختی؟ یا در ببند یا بذار بیا تو. مایه اینا مایه. حالا شد، بیا تو. با اون شما یالا. ببیا بر تو. منو دیگه صدا نزنینا. الانی سرمو بذارم یه کله میفتم تا صبح. اومدی؟ آره. تو لباساتو در بیاری من میام. فکر نمی‌کردی گذرت به من بیفتنی؟ قدیر چیه؟ میدونم چی میخوای بگی. چی میخوام بگم؟ اصلا اینجا اومدی برای چی؟ 10 سال زندون عوضت نکرده؟ چرا عوضم کرده؟ اومدم خفت کنم. چرا؟ چون حرف درست زدم؟ چون گفتم تو اون بیچاره رو کشتی؟ تو به اون راه نزن اقدس. من همه چی تو میدونم. تو چی رو میدونی؟ تو جز آدم کشی هیچ چیز رو نمیدونی. آره راست میگی. قدیر آره خوب فهمیدی. خب اقدس خانم تو چرا گرفتی؟ تو هم پیش چه گشتی؟ قدیر چی داری میگی؟ چقدر گرفتی چیه؟ شانس آوردی که با امیر طرفم. ببین اقدس، من همه چیزا میدونم شما دست به یکی کردین و منو فرستادین اون تو. من همین الان پیش حسین میام. من میدونم امیر زنده است. زنده است؟ میخوای بگی نمیدونی؟ تو دیوونه شدی. چرا اینجوری حرف میزنی؟ قدیر حرف بزن. تو رو به جون هر کی که دوست داری حرف بزن. قدیر بگو. تو رو به خدا بگو امیر زنده است. من جنازه‌شو دیدم. تو اون رو کشتی. یه چیزی بگو. تو چیزی نمیدونی؟ قدیر بگو. باور کن هیچی نمیدونم. باور کن.
آتش به هر دومون ریخت. من جنازه‌شو دیدم، با چشمای خودم دیدم. نمیشه باور کرد. قدیر، تو رو خدا بگو، هرچی میدونی بگو. 2 ساعت پیش حسین گیر آوردم و همه چیز فهمیدم. امیر آوردنه تو کار همیشه گیشه. قدیر، من 10 سال عمر تو گرفتم. من گول خوردم. هر کاری میخوای با من بکن. تو هر کاری بکنی حق داری. تو تقصیری نداشتی، گول خوردی. حالا امیر آوردنه 10 سال حبس قتلشو کشیدم. باید واسه 10 سال زندگی طرف شدم دلیلی پیدا کنم. میخوای چیکار کنی؟ قدیر، با تو هم. میرم آمادم. همین فردا زیر سنگم باشه گیرش میارم. اون مال منه. واسه اون جنازه من 10 سال تقاص پس دادم. قدیر اینجا بمون. ولش کن، پیش من بمون. من میخوام گناهمو جبران کنم. من بهت بدهکارم. نه دیگه باید کاری ندارم. فراموش کن. نمیذارم بری. نمیذارم تنها بری. اگه لازم باشه خودمم باهات میام. بابا عقده چیه؟ چند سالشه؟ کی؟ پسرمون 10 سالشه. تازه رفته تو 11 سال. خودمون مادر بچم برم. دگمه پیرهنت که داره میافته. خودم برات میدوزم. نه بابا ولش کن، کارتونه. کجا؟ نمیذارم بری. به جون بچم نمیذارم بری. نه باید برم. حق داری که باشه بری. منم باهات میام. کجا؟ آبادان، دنبال امیر. منم باهاش حساب. کجا میخوایی بری؟ حتما باید برم. قدیر، تو رو خدا مخالفت نکن. منم باهات میام. اقدس بی خود جر نکن. اونجا جای تو نیست.
اومدن نداره. چرا جایی من نیست؟ مثل رسیدم برامون بلیت بگیرن. واسه اونجا به اندازه کافی پول دارم. قدیر منم میخوام بیام. نمیتونم. واسه تفریح که اونجا نمیرم. منم واسه تفریح نمیخوام بیام. منم میخوام واسه همون کاری بیام که تو داری میری. پرت نگو است. تو خیلی به فکر خودتی. اگه در حق تو بدی شده در حق منم شده. اونو دیگه خودت میدونی. به خودت مربوطه. یعنی کمکم نمی کنی؟ اگه منو نبری من خودم تنهایی میرم دنبالش. من خودم میتونم خودمون بکنم. یه دیشب و به امید تو راحت خوابیدم ولی نمیدونستم تو اینقدر پستی.
چی بگی گوش میکنم. اگه بخوای تو اولین ایستگاه پیاده میشم و برمیگردم. اصلا غلط کردم اومدم. اینجور منو زجر نده. یه خورده با هم حرف بزن. تو رو خدا حرف بزن. آخه یه چیزی بگو. دارم دق میکنم. مسافرها بفرمید. موضوع بچه ها باشید. بفرمید. چی به من عمل میگه؟ اصلا باید میگه. ببینم پدر مسافرخونه خوب تو آبادان سراغ داری؟ آمدین با
خبره؟ میخوای بریم؟ آره. تازه رسیدی. یه کمی استراحت کن. نه، من میرم. پس منم باهات میام. نه، بمونی بهتره. قدیر چطور شد؟ بازم هیچی؟ چطور شد؟ هیچی. بازم هیچی؟ دیگه هیچ سوراخی نمونده که سر نکشیده باشم. حسین باید دروغ گفته باشه. بی شرف آدرس عوضی داده. اون حتما تو آبادان نیست. قدیر، فکر نمی کنی بی نتیجه است؟ حتما حسین دروغ گفته. من باورم نمیشه که اون زنده باشه. از ترسش این حرف رو بافته. بی خود زندگیمونو سیاه نکن. بیا برگرد. نمیتونم برگردم. حتما باید اونو پیدا کنم. آخه چه دلیلی داری که حسین راست گفته باشه؟ تازه اگرم زنده باشه از کجا معلوم که تو این شهر باشه؟ قدیر، گشتن بیفایده است. تو این شهر به این بزرگی نمیتونی امیر رو پیدا کنی. نه جاش رو بلدی، نه آدرسی ازش داری. دیگه ولش کن. بیا برگردیم. میریم راحت زندگی میکنیم. از اگه برگردیم با حسین طرفم. اون وقت من میدونم حسین ترناش.
کجا میری؟ میرم دنباله. ولش کن. تازه پیداش کردم. باز حسابم باش تصویر کن. نه قدیر زندگیمون رو سیاه نکن. بذار بریم. نه من باز تقاس 10 سال زندانی که ناحق کنن رو کشیدم این نامرده بگیرم. پس ببین کجا میره. حتما میره پیش امیر. خدا مواظب خودت باش. خیلی خوب. تاکسی. تاکسی. قربون دسته بود خواب اینو تغییرش کن. نفهمیدم. اون جنازه رو؟ آره. برو چشم. بینا پس چرا نمیری تو؟ خب چی شد؟ نرفتی تو؟ نه امروز نه. راستش بهشون اطمینان ندارم. باز خیالم راحت باشه. پس معامله کلونی در پیش داری؟ آره همینجوری که نمیشه پیش رفت. باز مواظب بود. آخه میگم بهت نمیاد که مأمور باشی. چرا بهم نمیاد؟ مأمورم دیگه، اما مأمور خرید و فروش. پسر 4 تومن پاره کردی. ببین من نمیخوام با این پادوها و جیریلا حرف بزنم. من اون بابا بزرگشونو میخوام. میدونم داوود میخوای. میدونی ما همه رو میشناسیم. داوود یا امیر؟ از کویت اومدی؟ چرا از کویت؟ دروغ نگو، قرار نشد لاپوشونی کنی. تو بمیری دروغم چیه؟ آخه تو کویت بهش میگن امیر. کویتیا امیر صداش میکنم. از کویت نیومدم، ولی با کویتیا خیلی بودم. ببین اگه بتونی یه کاری بکنه اونو ببینم خیلی خوبه. همچین بی سر و صدا، فقط هم بین خودمون باشه. قول بهت میدم. این که کاری نداره. سوارچه بریم. بریم با یا حق. میتافونه کی؟ سلام علیکم. بیش چطور شد؟ پیداش کردی؟ چطور شد؟ آبش کشیدم پلوشم. نه بابا جاشو فهمیدم. بیبیشی ما بیبیشی مشغول شیم. بیا قدیر مواظب باش. ممکنه اونا کرک زده باشن. حسین حتما تخت باشه. اگرم دیده باشه یک کلمه راجع من نمیگه. اگه لب تر بکنه امیر خرشو میجوه. اگه بگه چی؟ اومدیم تا حالا گفته باشه. چه کسی؟ حسین اینترنت جرأتش نداره. خدا بنخونه عقلت چون. سلامتی.
هی صبر کن بذار بگم لیوان بیاری اونو قایم کن. منو کول کن. خدایا چقدر خستم چقدر خوابم عوض شدی بخوابیم دیگه. قربونش برم قدیر جونم حالا که داریم با آرزومون میرسیم نظر داغت به دلم ببین. نمیذارم مواظب خودت باش سعید نشو نیستم بچه هر کسو نمیگیرم نمیخوام برگردی اون قدیر پیش منم باش. دارم باهات حرف میزنم فردا باید منم ببری باید قول بدی تنها نری فهمیدی؟ آره بابا فهمیدم چرا داد میزنی قربونش برم بهت قول میدم میبرم بهت. قدیر اون رانندهی که گفته بودی اومده عقبه. راننده؟ کجا؟ اون پایینه. الان بیا وایسا منم لباسمو بپوشم. نه تو بمون. چی؟ تو بمون چیه قدیر؟ خودت قول دادی. بی خود قول دادم تو باس بمونی. ولی تو قول دادی پس چرا دیشب قول دادی؟ غلط کردم نمیشه. درست شد بگو دست خودشو دیدی؟ چی کار داری؟ وقتی داشت میگه درست شد دیگه. قربونس سوارشو بدیم بریم. کجا بریم؟ خونه؟ شوخی میکنی؟ بریم خونه چی کار؟ یه جای دنج باش قرار گذاشتم دم رودخونه اون بره نخلصون. بابا خیلی لیزه بریم انگار 40 سال تو کاری. چاکرتیم. نگه داشتی؟ بینم همینجا باش قرار گذاشتی؟ نه جلوتره ماشین رو نیست اون بره نخلصونه.
میدونی چی میگم؟ میگم تو بهتره جلو نیای. اگه تاکسی اینجا باشه همه رو به شک میندازه. غروب بیا دام مسافر خونه. اگه معامله اون نشد یکی دیگر رو واسم پیدا کن. اگه اینجا معاملت نشد با کیت نباشه. حاجید اینجاست. قربون معرفت. شاکرم. بیا فعلا این پیشت باشه. قربون تو. زد زیاد. خوش اومدی. قدیر باورم نمیشه. اینجا چی کار میکنی؟ آمدم امانتی ها بگیرم. کدوم امانتی؟ خودت به اون ران ازم پیر مرد. تو خودت خوب میدونی چی دارم میگم. منظورتو میفهمم. بهت حق میدم که انقدر عصبانی باشی، ولی انگار نمیخوای اصل مطلب رو بگی. ها؟ ای خود منبر نرو. خودت خوب میدونی اصل مطلب چیه. اومدم نفستو بگیرم. جوون رشیدی شدی. یادت هست در 12 سال پیش وقتی که اومدی پیش من چقدری بودی؟ حالا سر من داد میزنی؟ گوش کن پیرمرد، این حرفا دردی دوا نمیکنه. بگو برای چی 10 سال جوانی ما گرفتی؟ برای چی 10 سال زندگی ما هدر دادی؟ قدیر، حالا موقع این حرفا نیست. دیگه ادامش نده. خیلی حرفا هست که باید بهت بگم. سر فرصت با هم صحبت میکنیم. کدوم فرصت؟ دیگه هیچ فرصتی برات نمونده. برای من از این فرصت بهتر گیر نمیاد. بچگی نکن. تو حالا یه مرد شدی. یه مرد به یه آدم بی سلاح حمله نمیکنه جوون. میدونم. یه مرد با حق بازی شارلاتانی یه جوونو میندازه تو لفتونی و خودش راست میگرده. من تو این 10 سال مردونگی خوب یاد گرفتم. خودت مردونگی رو یادم دادی. از خودت یاد گرفتم. گوش کن چی میگم قدیر. این تنها راه نجاتم بود. 10 سال زندانی برای تو چیزی نیست. و اول جوونیته. تازه مرد شدی. ولی من چی؟ اگه این کارو نمیکردم میبستنم به تناب دار و میکشیدنم بالا. من نمیخواستم نامردی کرده باشم. چه فرقی میکنه؟ چه میخواستی چه نمیخواستی؟ دست رفتی. فرق میکنه قدیر. تو هنوز جوونی، پرقدرتی. همینجا پیش خودم میمونی. من فرصت جبران دارم. ولی من این فرصت رو بهت نمیدم. قدیر خیلی تند حرف میزنی. مهلت نمیدی جوابتو بدم. بگو اون بیچاره کی بود که لاششو از دهن کوسا گرفتن؟ بگو چطور تونستی 10 سال زندگی ما واسه یه مشت تو دلت زدم بگیری؟ وقتی که مشتت خورد تو شکمم گیجم کرد. جریان آب 2 کیلومتر اونور نخلستون پسم داد به ساحل. دیگه یه همچین موقعیتی برام پیش نمی اومد. نه برای من نه برای اونایی که از قاچاقم نامی خوردن. گذاشتم رفتم و دیگه آفتابی نشدم. فکر کردم به خاطر یه مشت که اعدامت نمی کنن
که چند وقتی میندازنت اون تو و دوباره برمیگردی پیش من. ولی با اون جنازه تیکه پاره‌ای که پلیس از آب گرفت قضیه برگشت. باور کن نمیدونستم کی بود، چه جوری تو آب افتاده بود. فقط یه اتفاق، نمیدونم اسمشو چی بذارم، شانس یا بدشانسی. دیگه راهی برام نمانده بود. اینجا به نفع من تموم شد بدون اینکه انتظارشو داشته باشم. باور کردم ولی نگفتی کی به حسین پول داد بره شهادت دروغ بده. من اگه این کارو نمی کردم ممکن بود باور نکنم که من مردم. اگه این کارو نمی کردی اون وقت تقاص آدم کشیات خودت پس میدادی. نیست؟ اما حالا من پس دادم. اون بچه مال اونه؟ فکر میشردم یکی رو دارم که بعد از این بمونم. پس هم به خاطر اون اومدی؟ به خاطر بابای بچه؟ به چلک سری هر دست؟ آره من به خاطر اون اومدم. اون همه چیزمو ازم گرفت. نذاشتی زهرمو بهش بریزم. چرا نذاشتی توپ بندازم تو صورتش؟ چرا نذاشتی؟ توپ انداختی تو صورت من؟ آره از تو هم متنفرم. من از هیچ کدومتون خوشم نمیاد برای اینکه شما ها منو بدبخت کردی. متنفرم. داشتم عبدالعزیز، به خدا دوست داشتم. به کی باید پناه برد؟ خدا! توی شهر قصه پیدا نمیشه.